असली वतन में जन्नतें पुरचा हज़ारों नेमतें नेकबत हमूद राहतें जन्नत सरासर रहमतें नेकबत हमूद राहतें जन्नत सरासर रहमतें। बुंगेज गुण अल्लाह मेहरबान व बख्शो के नामा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आज गुल चावकार जा किनिश्तगित द्राव सलामत व सरबुर्जो सोबेमेत शुमेद्रा सलामती मुदाम में वहागो में लूटा गुतगी राज के शमागिंदित मरूची बलूची दीवान व फिरियाम शवगानिस्तान मिली गोशगिंदक पशमा दीमा रोत मशमा निमरोज वलायत तास्तन व इदा मरूची दीवान लूटा गुनवाजे दीमा बनके बे वलायत निमरोज फरहंगी व दूध रबिदगिन مسائل بارا و راز و مطلبی که هستند اشاره مشما سرپدیدند و گیش به ورنان بارا مشمارا معلومات و پرتکولی ده که گجام باران تا ورنان جودو تا پو تلاشی بودگی و آیو کا پا ورنان چی پلان دارن تو و گجام بحران روٹن دیما بارن امید که تا دیوان گرد سرا گناه همراه بید ای واجه که مروچی دیواناتی دارم مولوی نعمت الله ورنان آمر انتا ولایت نمروزه اطلاعات فرهنگتم و گون واجه مروچی دیوانا دیما برم. سلام علیکم واجه. و علیکم السلام و رحمت الله زبرست خیر. درا سالم بیت بعض شرط که مروچی مای و هگا منیت تو مارا ای وتی کاری و کارگس ہوتیا مارا منیت تو قبول کرتی تو دیوانا گوشما دیما برم. سلامت بید زنده بود خوشحالت. به شما بی اطلاعات فرهنگ و ای فرهنگین کارگیسی که هست بیشی جود و تب و تلاش بارا همه و از این گل چاروکان سر پدیدید که گجام باران تا تب و تلاش دار تو و فعالیت کن. خب امارم که در جریان است ریاست اطلاعات فرهنگ چهار بخش کار کن. یکی مدیریت مالی و اداریه، دو امریت اطلاعات که خبر و شان پخشون نشه کم کمشما و سوم امریت فرهنگ تا که در مورد فرهنگ مشمه بردن تو مشمه وضعیت نان و آب و خلاصه برداتن و کو رسم و رواج مشمه بردن و چهارم بخش در مورد جوانان مشمه که جوانان چه مشمه خدمات کنن و چون گو جوانان کنن که انشالله رشد کنن و انشالله به یک جای خوبی برسن. بازوش نبی برای سر پیدا دید. ایدنا کارکنوک چین کس هستند؟ چین کشمه پرسونل کاری انت؟ تقریبا گو تمام پیاده و خلاصه کارمند و هم مچه 20 خورده کارمند دا موجوده. 20 مردم دا کار کن؟ بله 20 خورده تقریبا 25 نفر است. بازوش نبی برای سر پیدا دید. بی شما گیشتر سرپدی امارا دید که اطلاعات فرهنگ و ورنان بار و بخش با مردمان نمروز یا نوستومانا ای 3 ساله تا که امارت اسلامیاتگی گجام دو بیدگی و فرهنگی کاران دیما بردگند. در مورد جوانان مشما فعالیت الحمدلله باز کرتان که توانن یک کم رشوان در نام گرن. الحمدلله شروع که امارت اسلامیاتا شاید تمام شاگرد ممتازن که اول نمره بودن و کامیاب بودن مکاتب تا چه در شهره تا بودن چه ورسوالی انتا بودن شوان تقدیر صورت گرفته و همچنان هر نویسنده یا کسی که کتاب نوشته کرده شایون تقدیر کرده امریت امور جوانان و همچنان ورزشکاران که ورزش باره تا الحمدلله توانتان دستاورد و مدال پمشما داشته بین و پمشما ملک وطنه شاوان هم تقدیر صورت گرفته بخیر الحمدلله. همچنان شروعی که امارت تا مشما 8 دوره تعلیمی کورسان برگزار کردن که هر دوره تا حدود 250 الی 350 نفر شرکت داشته جوان که در بخش قرآن عظیم الشانتن عربی تعلیم او ده کامپیوتر تعلیم او انگلیسی سواد آموزی و خطاطی ده توانتن جوان بیان یاد گیرن و انشالله پربار بیان و همچنان مشما سیمینار داشتن در مورد کرونا و موضوعات مختلفان مرکز شهرتا و ولسوالی انتا الحمدلله و مشما یک برنامه دیگر را که شروع امارت تا پیش بردن امضای توافقنامه به خاطر جوانانی که بی بضاعتن چیزی ندارن و نتوانن مستقیم برون به کورسان تا شامل بین
مشما گوان توافق نامه ده امضا کرتن که هر جوان توان تخفیف گیت و حتی تا حد امکان رایگان توان شامل بیت و انشالله او ده برای دیگه کورسان تا درس بانید انشالله و مشکلات علمی حل بیان. همچنین مشما سیمینار داشتن در مورد دفاع قرآن، جلسه مرگن داشتن که جوان آتان و شرکت کردن الحمدلله. و همچنین مسئولیت جوانان در قبال مهاجران یا که مهاجر شاشکای مشما چه کارای در مقابل عوام کنن که انشالله بجا مدد همکاری کرده کنن. بله مشما توان انشالله همکاری کنن گوام که راحتر مهاجر بیان و انشالله جابجا به مشما جنده ملکه تا بخیره. و مشما دیگه سیمینار داشتن در مورد یک نظام پایدار بی مستحکم بی بخیر انشالله باستر و همچنان دفاعش قدس شریف بوده که مشما مسئولیت هر جوانه که قدس حمایت کن تو انشالله دفاع کن. بازشتن شما بیت گوشید که پا اولوسوالی و پا دیگه هندو دمه که شهره دورند پا مردمانه و پا ورنان پا وانینوک و وانوکان چی جودی بوده که شا اطلاعات فرنگنی مگه و شا ورنانی آمریت شا آمریت جوانان ریاست اطلاعات فرهنگ یا مشما امارا کردستان دیمترا مسابقه برگزار ہوتا پر شهره تا هم برگزار ہوتا و همچنان تک اولوسوالیان مشتان آده مسابقه برگزار کرتان در مورد سیرت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم بوده، در مورد معلومات اسلامی هم بوده و دیگه موضوعاتی که مازانتان نیازمندن که جوان یاد گیرن و شاوان مطلع و واقف بین. اما مسابقه برگزار کردن و الحمدلله جوان باز استقبال کردن شی مسابقاتن و تقریبا هر مسابقه تا 500 تا 600 جوان بر اولوسوالی شرکت داشت. امیر کود و بار دورته گند الحمدلله تلاش کردن. اصلا نتیجه چونه که بوده؟ نتیجه خوب اول می که تقریبا 600 500 600 جوان که شرکت تکن ای وقت یک نتیجه مثبت داری به معنی که معلومات اسلامی کسب کنن یک نتیجه خوبین داری و امی استقبال و هماهنگی جوانان نشان میده که دلگرم هستن و لوچن که یک فعالیت تبی تو استقبال کنن شی فعالیت تا و یک چیزی که باز گلک داشتن گوشتن در 20 سال گذشته هیچ په مایرین مسابقه برگزار نبوده. الحمدلله شروع که امارات تا په مایرین مسابقه برگزار کن تو امه وطن که درست افتاده وطنان و محروم وطن مسابقه برگزار کن باز جوان خوش سرپدی بیا منطقه مردمان داتا گبید. بله بازش است. بیت شما ما و عزیزم گل چاوکه که همه دموکراترا دیوان گنده تو چارند شما یک کسان سرپدی مار معلومات گوندین دید به آلو خبرن بارا که شیطلات فرهنگ و شما بحران تا شما بخشا و مردمان چی سرپدی رسید کجا وقت وادا بزودترین وقت وادان شما به مردمان چون که خبر و الان رسینید. خب امارن که اطلاعات و فرهنگ نامه معلومین یک بخش اطلاع رسانی هست که اطلاع رسانی بخشای متعدد دارید چین که بخش دارید که چه فعالیت تبی مشمه بخشی که اطلاعات بخشای تا دیمارات نظارش رسانه های صوتی و تصویری یعنی که در چارچوب پالیسی امارات فعالیت کنن و توانن یک فعالیت خوبیم پا مشمه ملت و مردم داشته بی و همچنان پخش و نشر اخبار بوده که هر خبر بوتن امروز تا الحمدلله دوست ایشا پا جوانی دقیق و بدون کمی و کاسریشا انعکاس داتن و به مردم رسوندن و مشما یک فعالیتی که بیروچان کرتان و الحمدلله دوامدارن اصلاح تابلو و می لوحه هستن که شان نام به شکل متعدد نوشته بوده و وقتا به نامه های ایرانی اشته بودن انو مشمایشان تغییر دادن به مشمای جنده زبان فارسی گال داشته گند. بله فارسی داشتن نو مشمال لوچنشان داری کنم فکر چون که مشمای جنده وطن زبان رسمی انتا و یا پشتوی اصلی بیان زبرنتا. همچنین مشماش قوانین خبرنگاری وشان خبرنگاران جلسه برگزار کردن معنا جلسه برگزار تو خبرنگاران که چه قانون رشما رعایت کنه تو چون کنه تو چون ما کنه که انشالله پاریسی مشمای نظام حفظ بید و مشما تقریبا یک ساله تا کمبرانه و تا 1991 خبر پخش کردن که هر سال الحمدلله به می شکل خبر پخش شده. همچنان پیام تبریکی حضرت امیرالمومنین حفظه الله حفظی کن عتب نمروز و پخش شده به تمام مساجدان که شتریک مساجدان باز به ملت و مردم
مردمان رسینده بوده. این فعالیت کلی هم که بخش اطلاعات آن انجام داده و همین الحمدلله فعالن و هر دوست رفیق خبری زم موثق بشه هر اداره در خدمت تن دوست و را پخش کنن و همچنان لوحه و خبرایی که در مورد کاریابی هستند که هر ریاست کاریابی داری و بستان به اعلان آدن همچنان دوست امریت ایشا پخش کنن و ایشا باستا بده. آجا محمدی صاحب شما گوشید به کتابخانه گواسته کتابجا و کتابخانه هیدینه چونه کانتا این مردمانی این ورنانی فرهنگ و دودگو کتاب وانه گچونی شی بارا سر پیده. خب اول مشمع کتابخانه مدیریت کتابخانه زیر نظر این اهمیت فرهنگ ہے چون که کتاب و کتابخانه یک فرهنگ هر ملت و بنابر ایشی که مشمع جا ریاست تکم من مشمع مدینتر جا قدیمه که ولایت کرائن کتابخانه مشمع ده موجود تو دوست جوان توانه ناده مراجعه کنن شروع که الحمدلله امارت تا تمام کتاب ثبت و راجستر اوتان به کامپیوتر هم رسینده اوتان و به دفتر انت رسینده اوتان شماره گذاری اوتان و کونگین کتاب جتا اوتان نوکین جتا اوتان ترتیب و تنظیم اوتان و حتی به می روچه کمیته تشکیل اوتان انشالله که هر کتاب جتا قیمت گذاری کن که می عموما قیمتش معلوم بی انشالله شزای بوتن کتابانی جلوگیری بی و جوان الحمدلله باز رجوع کنم به کتاب و کتابخانه و مشمع روچه گندم که در امی زمانه تا شموت چیزا بالاتر همیشه که انسان یک چیزی یادگی و کسانی که دینتر زمینه پاون فراهم نوتا انو افسوس کشن و اسرت کشن که اما پچیاد ندارن به می خاطر مشمع ملت خیر گندید و ازاگان باز حمایت تکن نم که بیان کتاب وانن و جوانم باز رجوع به کتاب و کتابخانه دارن به کونگین و فرهنگی چیزی که حاصل که منطقه شگوستگن مردمانی وقت و حالت ایشانی ساعتین جا چونیتا به اطلاعات فرهنگ هستن داره بله مشمع در مورد ایشی یک آرشیفی دارن کتابخانه تن آده کاملا محافظت و مراقبت صورتی که زایمه بین و شبین مر روان او ده انشالله دوستتوانه مراجعه کنن و آرشیف مشمع ده دارن انشالله که تمام اسناد گذشته کتابهای تاریخی او ده محافظت و حفظ بین. این زودی واده شما چیزی شما دسته کبتگیشی بی آرشیف تاورته بید؟ به زودی نه به زودی فقط یک فعالیتی که در جریان انشالله کار بی سر حفظ میراث های جهادی 20 سالن که انشالله جمع بیان و یک جا اشتباهن که ملت توانن اون بازدید کنن و اما جهاد و زحمات مجاهدانش مشمع وشامر روان و همیشه بیان یادا بیان. واجه محمدی صاحب شما گوشید که به خاطر و پیوسته که برید کونگ کلاتنا و تاریخ باره شما پرتپولی پیدا کشه نمروز یندو دمگا شی اندو دمگانا نمروز شما چونه کاغنده چونه این جای هست پیش باره همه آوازین گل چارو کسر پیدید. خب تاریخ نمروز یا معلومه که اما وقتی که اسلام ناتا تاریخ تا هست نمروز و نمروز یک شهر باز قدیمی هستی و مشما وقتی قدمت تا شهر ازانن که برون به دور و اطراف اسه کنن قلعه اسه کنن جای تاریخی و باستانی اسه کنن تقریبا ما کنگ ولسوالی کامل سه کرتان جهان باستانی و تاریخی نه قلعه اسه کرتان چخانسور الحمدلله باز هستن خود مرکز و چگینی دور و اطراف بازین قلعه موجودن و چاربرجکشتان آده بازین قلعه هستن و خاشود و دلارام بازین جای تاریخی هستن که الحمدلله ثبتوتان و امارت انشالله کارا شروع کنشان سرا همان که مشما در جریان نو یک قلعه که به قرارداد داته اوتا دیمترا و کاری نیمه تمام منتد مکتوبات پا که همیشه کارا انشالله نایی کنن و کار انشالله دیمه برن قلعه چگینی این که خدا مهربانم پخیر انشالله به زودترین فرصت به یک جای جوانه برسی تو تعمیر بی تو انشالله جور بی که مشمع مردم توانن عرب گندن و شمشمع فرهنگ و شمشمع تاریخ خبر بین دن مردم چونه تا حتی گپا نمروز چارتینا دیستینا تلوتاب کرتا گنت توریستی کسی آتا؟ توریست بله آتان شا ولایت های دیگه آتان و بالخصوص یک چین که وقت دیمتر شا جاپان کس یک خانومی آتد یک اجزایی آتدی و بازدید کرتش قلان تقریبا باز جان نکته گوشت یک نکته که باز پا ما جالبت
گوشتی که 20 سال امنی پاسپورت به سفارت تام کشور ایران ویزا ندن امارا که امنیت نه بله مرو چمار ویزا داتا که برایت نون امارات داتا امنیت هستی آتا تم داو شکلان بازدید کرد چونه که دیست نمروزه خب چیزی که باز پای جالباتی نمروزه گوشتی که قلعه باز جالبن که بازین قلعه دارید و آثار جهادی انا دیستی بازین را و شوتن آدم میدان وایی تا و جایی که ماشین کونگن کپتان و خلاصه جهاد آثار و نشان دادن گوشتی که باز من شیشی خوشم که وطی ریکه و ای آقا ایران دوست دارن که پیشی خاطر او ندین و نرلن که دیگر اشتباهت و حاکمیت بازش در سر پیدا دید. مولوی صاحب همه شما دیوان لوٹی بگرد سر رسید. شما گردین وقت وادان تمارا سرپری دید پا نویسو که نواستا پا شاعر نواستا چه جودی بودتگی؟ خب امارن که مشما دینتر آن گوتبر داتن و معلومات کسب کردن شاعران بارا الحمدلله در کمیته تشکیل تا و مشما یک جلسه ماوار با گو شاعران دارن یک جلسه ماوار گو نویسندان دارن جلسه ماوار گو خطاطان دارن جلسه ماوار گو چاپخانه و خلاصه جایی که چاپ و نشر صورتگی شهر تا گوان دارن که هر گوجم تاند اما ولیلای وظایف تا خوب فعالیت کند مثلا چاپخانه مشماشن که چیزای غیر قانونی چاپ کردن دست وزورت اون چاپ مکنید و دیگه فعالیت دیگه هستن و همچنان مشمارش در مورد قاچاق و یک غیر قانونی وسایل باستانی و آثار باستانی به دیگه کشوری برو و کمیساری امانگی صورت گرفته و ششید جلوگیری بی که کسی متوان برد مشما یک چیز با قیمتی نه و مشما آثار باستانی را دیگر به دیگر کشوری ما همچنان شروعی که امارات تا مشما دیمتر شرکت هر کس شرکت سیاتی پوت فعالیت تکو نون باز خوب تا که مچ جواز گیرن و در چارچوب قانون فعالیت تکنن و باز فهمانگی و امنیتی مسائل انت باز زبرن و همچنان ما دیمتر من نام هر کس بوتی زورگوی تا و یک سرک را بوی نامه کرده یا چرایی را بوتی نامه کرده شروعی که امارات تا الحمدلله باسا بررسی کرده نامان اشتا نامان بررسی کرده جایی که جوانی نبودن آن دستکاری نکرده جایی که هر کس زورگویی کرده یا برخلاف اما قانون و پالیسی انا پوت نامشته ار امارات سرک نامه یا چرایی نامه تغییر داده مولانا صاحب ما شما وشین دیوان و برادرین بگرد سر رستگی شما کلو پیغام پا از این گولی چارو کنچید خب اما پیغام یشن تا که در بخش اطلاعات جوان کدک شوتی سر فعالیت مکنن تلاش کنن که طبق پالیسی امارات فعالیت داشته بین باز زبروی و در مورد فرهنگ هر کس شما مکلفن شه تاریخی جانش کلام محافظت کن و ایشان شبه مبرن و حتی الامکان مشما شوان باید محافظت باستر کنن مشما ملت و در بخش جوانان ما تقاضاش جوانان ایشن که باستر به امریت رجوع کنید به تعلیم و تعلم و ورزش رجوع کنید و انشالله که آینده خوبین درخشان پوت رقم جانه باز داشته که بیباره امارا وقت وعده داده که دیوان گوشما دیما بنا و وشیمتی پیغام سوگان هم پا از این گل چارو کن پیش کرده منتور چشمه سلامت بید زنده بید الله شما از این گل چارو کن باز داشتارتون که تیدا مکترا نشته تو و تی بلوچین برادرن دیوانا چارو کتشا افغانستان ملی گوش کنده ایشتند ای واجه گپوتران به ورنان باروا به فرهنگی و دود رو بیده بارا و سوگهی که پشما داشت و پا دیگه گولی چارو کن که شهر جانشتان تی دیوانه گنده تو چارند امید که شما را پسند بودک بید وقت واده همه دا بگرد سر رستگی و دیوان حلی تو علا بید تا دیگه دیوان و تا دیگه پریامی که بشمه لوگو میتاکان از مروتان اما دورنزاد شمه ساتو